سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز خوبی داشته باشید. من حامیم هستم، دانشجوی رشته پزشکی توی ایران درس میخونم. توی ایران دانشجوی رشته پزشکی هستم و تقریبا 2 هفته میشه که شروع کردم فعالیتمو توی یوتیوب و تقریبا میتونم بگم از زیر صفر شروع کردم و حتی بلد نبودم که چجوری باید ویدیو رو آپلود کنم توی یوتیوب و حالا قدم به قدم دارم اینا رو یاد میگیرم و خیلی خوشحالم که به خاطر بازدیدها و ویدیوها و استقبالایی که شده من یه شورت ویدیو شیر کردم که اون 2000 تا ویو خورد و من خیلی خوشحالم بابت این موضوع، چون اوایلش یکم به قول معروف ناامید شده بودم، گفته بودم نه این کار من نیست و باید مثلا خیلی امکانات فلان داشته باشی، هر روز به خودت برسی، ویدیو بذاری و اینا. ولی روزایی بود که مثلا من با همین حالت روتین و ساده‌ای که بودم، خود واقعی بودم، ویدیو میگرفتم ولی خب اونا رو هم میذارم یا گذاشتم حتی تا حالا چند بار و حس میکنم خیلی روی اعتماد به نفس من تاثیر گذاشته این موضوع و بهترش کرد، چون به هر حال تو خودت اونجوری که هستی داری قبول میکنی و شیرش میکنی. کلا محیطی که یوتیوب داره رو من خیلی بیشتر میپسندم نسبت به محیطی مثلا مثل اینستا. شما مثلا تو اینستا باید در عالی ترین و بهترین ورژن خودتون باشین که بتونین ویو بگیرین، ولی یوتیوب از این خبران نیست. یوتیوب اتفاقا شما هرچی بیشتر خودتون باشین بیشتر خوبه. میدونین چی میگم؟ نمیدونم چجوری توضیحش بدم. بعد این کار رو بیشتر به خاطر این شروع کردم که از کلا از وقتی که دبیرستان بودم خیلی به این موضوع علاقه داشتم، اینکه مثلا ویدیو بگیرم واسه یوتیوب و باشم شیر کنم و اینا، ولی خب هیچ وقت وقتش نبود و تقریبا میتونم بگم من تا سال گذشته اصلا از نظر روحی روانی آمادگی نداشتم که بخوام به هیچ بعدی از زندگی شخصی بخوام برسم. یعنی انگار که آدم همه چیزو گذاشته باشه که یه بخشو فعلا هندل کنه ببره جلو و من درگیر درسم بودم واقعا که بتونم این رشته رو قبول بشم و الان که اینجام و بعد از گذشت 1 سال از دانشگاه و اوکی شدن شرایط تازه فرصت این به وجود اومد که من بتونم ویدیو بگیرم و تازه یاد بگیرم اصلا با یوتیوب چجوری میتونم کار بکنم. این کار برای من خیلی جذابه، نمیدونم چرا. خیلی هستن اینجوری، من آدمی نیستم که چطور میگم، من خیلی ارتباط زیادی رو ندارم خب و حس میکنم همین موضوع باعث شده که ارتباط دارم و مثلا کمه با تعداد محدودی. همین موضوع باعث شده که من بیشتر خودم رو بشناسم، چون بیشتر با خودم در تعاملم. آدم وقتی که تعاملاتش با بقیه کمتر باشه و بیشتر با خودش وقت میگذرونه حس میکنم اون فعل خودشناسی بیشتر اتفاق میفته و به خاطر همین این صحبت کردن با دوربین و شیر کردنش به من واقعا حس خوبی میده، چون من قبلا این کار رو انجام میدادم ولی شیر نمیکردم. یعنی من فقط نگه میداشتم توی سیستمم، حالا یا توی تلفن همراه یا لپتاپ هر جایی. ولی الان دیدم که مثلا بقیه خیلی استقبال کردن، مخصوصا دوستام یا مثلا توی مجموعی که هستم صحبتایی که میکنم حس میکنم خوششون میاد، به دلشون میشینه و گفتم که خب چرا این کارو نکنی هانیه. شروعش از اینجا بود، شروع اصلش، وگرنه من فکرشو از چند سال پیش داشتم وقتی که دانش آموز بودم و چون موقع خیلی یوتیوب نگاه میکردم و الان که برگشتم مثلا یوتیوب رو چک میکنم کسایی که من از اون موقع تا الان دنبال میکنم چه مقدار پیشرفت کردم و چقدر این موضوع باعث حال خوبشون شده، واقعا منو بیشتر بر این داشت که بیام و شروع کنم هر جوش که شده. ببین واقعا زیر صفر بود. الان من این هولدر و پای دوربینی که دارم و تقریبا 2 هفته است که گرفتم، نداشتم یعنی به من تصمیم گرفتم سفارش دادم، بعد یا حتی من حسوری نداشتم، واقعا حسوری نابود شده بود. مثلا اینا رو گرفتم که بتونم این مواد اولیه و این چیزاشو اوکی کنم که بمونه فقط ضبط ویدیو. خیلی دوست دارم کارامو شیر کنم با بقیه، چون میدونم مسائل و مشکلاتی که تا حالا برای من به وجود اومده یا اینکه من در طول روز باشون در ارتباط هستم مسائلی هستن که خیلی‌ها درگیرشن و شاید این صحبت‌ها بتونه حداقل یه
حالا در حد یه دلگرمی، به عنوان توصیه نگاش نمی‌کنم چون خودم همیشه در حال یادگیری هستم. میشه به عنوان دلگرمی به اینا نگاه کرد. بعد من اینو هم نگفتم، من چیزام انجام میدم، مشاور درسی هم هستم، تدریس درسم انجام میدم، مدرس زیست و فیزیکم هستم. آره خودم سر خودم شلوغ کردم. سر آدم شلوغ نباشه میره تو حاشیه. من خیلی وقتا بوده مثلا بیکار که بودم یه گندای بالا بردم که خیلی سخت بوده بعدش جمع کردنش، به خاطر اینکه بیکار بودم و خواستم یه کاری بکنم. ولی الان که سر خودم اینقدر شلوغ کردم اصلا وقت نمیمونه برای یه سری چیزا. من خوشحالم از ته دل بابت این موضوع. من چی شده من نگاه عادت کردم به این حالت. ما خب به خاطر رشتهمون امتحان زیاد داریم، خب بعد روزایی که ما امتحان نداریم من عملا حس کسی رو دارم که داره روزشو هدر میده. چرا واقعا نمیدونم. امیدوارم خب اینم حل بشه، فقط اینکه من هنوز نمیدونم چجوری باید ویدیو بگیرم. امیدوارم که چند سال دیگه که برمیگردم این ویدیو اولیه و خامو دارم نگاه میکنم که هیچی هم بلد نیستم، کلی قرار بخندم فکر کنم ببینمش. بریم که هفته خوبی داشته باشیم. فردا چهارشنبه است، من کلاس دارم، کل آخر هفته رو باید درس بخونم، امتحان فیزیولوژی گوارش دارم که خیلی سنگینه و منبع کتابم هم گایتونه، احتمالا خیلیاتون بدونین و واقعا کتاب سنگینیه به نسبت و امتحان استادمونم خیلی سنگینه. امیدوارم که به خیر بگذره این امتحان. نتیجه رو حتما براتون میذارم. شب خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.